و رفتار و گفتار است و مرحمت آن را بر قلب، فکر، زبان بنده جاری نماید. ارجمند را، برادران و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین راه و روش نبوی. و خدا را شاکریم که به من شما توفیق داده که بر گرد بهترین سخن حلقه بزنیم، زانوی ادب بزنیم تا از فرامینش، از راهنمایی‌هایش، از راه حل‌هایش، از نورش، از هدایتش، از خورشید معنویتش برای روشن کردن راه زندگی و آخرت خود از آن سود ببریم. و با تشکر از این که ما را مشرف به مهمان بودن در خانه هایتون نموده اید، که از خداوند متعال تقاضا دارم که خانه های ما و شما را با نور علم و عمل منور بسازد و از سرگردانی و حیرت بیدینی و از ظلمت و غلو و خرافه های بددینی پاک و مبرا نگه دارد. و چون این کاری ممکن نیست در این شبستان تاریک مگر با پناه بردن به نور خدایی، به نور ایمانی که قرآن باشه. در شرح بهترین سخن رسیدیم به آیه 17 و 18 از سوره یوسف علیه ولا نبینا الصلاة والسلام. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه و تفسیرش را انشاءالله. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بدادند خود شرح آن سرگذشت فرزندان یوسف، فرزندان یعقوب، برادران یوسف، چطور در مقابل پدرشون برای توطئه خود که به خاطر حسد و کینه انجام داده بودند توجیهگیری می کنند. بدادند خود شرح آن سرگذشت که رفتیم چون سوی صحرا و دشت، دویدیم ناگه به یک سوی بر، ببینیم که می رسد زودتر به جام با همسرش راه میره بیرون. همسرش چه صدیقیت که حدیث که امام بخاری علیه الرحمه نقل خرجت مع الله عليه وسلم في بعض أسفاره لا أحمل اللحم
عبد وقته حتى إذا حمل اللحم خرجت معه في بعض فقال ثم قال أسابقك فجعل يضحك عليه الصلاة والسلام. یک من با پیامبر خدا تا با مسابقه کرد بخند و آن چند سال قبله از این استماع شروع کرد وقتی که داخل خانه میشود همیشه با خنده و داخل خانه من گفتم آمد اجازه بدیم مراجعهش کنم بهتره و زنان رو اکرام کنید، ارجی هستند. حدیث ترمذی الرحمه از خیرکم خیرکم اهلیه، خانوادهش هست، همسرش سرم هستن. ورزا وقتی داخل خانه میشد جارو میکرد، پیامبر خداست، خانه رو جارو میکرد، لباساشو رفو میکرد، گوسفندشو میدوشید. همه اینها سرگردان شد، مثلا در بسته بود، در حالی که در نماز بود در میکرد، در حالی که در نماز بود. کدوم مولوی یا ماموستا سخنگوی دینی قرار میکنند الا من رحم ربه؟ فوری بشه داجیه، بلکه موقعی دین همیشه من از مدعیان دین، از سخنگویان دین. خب ذهب نستبق ابتر مسابقه بدین. مثلا جایزه تقسیم کنند اینا. و امروز از این قسم پیرهان نگاه ترکش علکی اسم فاتقوا فإنه ينظر بنور الله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده و ینطق کرد که پدرانش قبلا همچین حسی داشت، اینجا نداره. تبریل دل تو برات اومد کافر گفتید گویا شکایت کرد، اگر گفتید گویا خدا شکایت کردید.
راه حلی نداشته باشه. و درک شقا، از گرفتاری طاقت فرسا و سختی بلا و نگونبختی و سوء القضا و سرنوشت بد یا قضاوت نادرست و شماتت الاعدا و شادکامی دشمنان، از همه اینها به خدا پناه ببرید. بگی که مثلا بگی اللهم انی اعوذ بک من جهد البلا و درک الشقا و سوء القضا و شماتت الاعدا. ندونستی به فارسی بگو ای خدا من از گرفتاری که قدرتشو نداشته باشم و سختی بلاها و نگونبختی ها و بد سرنوشتی یا قضاوت نادرست یا شادکامی دشمنان، ای خدای به تو پناه میبرم. با خدا در دل کنید، هر دردی را که دارید به صاحب دل بگید که خداونده. ناله و زاری پیش عبدالله ابن شداد میگه که من در نماز امام بود، من در آخر صف بودم. عمر در دعاش میگفت که انما اشکو بثی و حزنی الی الله، همان غم و پیش خدا میگم، شکوه میکنم. سطح ایمان انسان بیشتر از بندگان شکایت کنه، الله شکایت پیامبری چون یعقوب مثل همه گوی من شما باشند در مصیبت ها. هیچ پیغمبری را ندیده در مصیبت ها کاری را انجام بده که زندگی های هارت فورتکون مدت جان میدن، بیت مبدل کردن. درد اما اگر بنده رو دوست نداشته باشه دوستش رهاش میکنه. برای مؤمنان میبینی که بیشتر مورد ابتلاان، هرچه بی ایمان قوی تر قوی تره. شما از یک کودک تو خیابان میبینید، نگاه میکنی بهش اهمیت نمیدی، به خود میگی به من چی، بچه مردمه به من چی. اما اگه نگاه کردی دیدی این فرزنده، چیکار میکنید؟ تربیتش میکنید، فوش میدید، چرا حرفا میزنید تو خیابان، چرا بی‌تربیتی نشون میدید، چرا این کارو پسر مردم رو رها کردید، هیچ چی بهش نگفتید، پسر خودتو چه بسا بزنید، تربیتش کنید. این شدت شما رو به شدت حرص رسونه. ولی کسی رو که خداوند دوست داشته باشه اگر خداوند داشته باشه زودتر کنه، علاجش میکنه در همین دنیا. و اگر به بنده خیر بخواد
نفسشو خودش موعظه قرار میده، نفسش واعظش میشه، امر و نهی میکنه. اگه به انسانی خیر بخواد نیاز مردم در دستش میذاره. یعنی چه بندگانی که برای قضای حوایج مردمند. اگر به انسانی خیری بخواد چه بسا که در خواب سرزنشش بکنه. خب اشخاصی را در هر گناهی، در هر کجی خداوند گویا دنبالشونه، مراقبشونه نسبت به هر تقصیری، به مجردی که از راه حق خارج بشه تنبیهش میکنه. چون انسانی باید شادمان باشه، خوشحال باشه. این دلیل محبت خداونده. روایت از محمود ابن لبید که حضرت رسول اکرم علیه السلام فرمودند که اذا احب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. امام احمد علیه الرحمه در کتاب مسند خودش این حدیث رو نقل میکنه. کتاب مسندش بیش از 40,000 حدیثه که استادمون محمد منتصر الحسنی الکتانی که رحمت خدا باد این کتاب رو حفظ بود. آخر هر ماه هفته اخیرش می اومد مدینه منوره، این کتاب اونجا بر ما تدریس میکرد 1 هفته کامل. باز برمیگشت مکه، اونجا تفسیر قرآن در حرم انجام میداد. خب یه پزشکی مثلا یه مریض رو علاج میکنه، مریض علاجش کرده، شکمش پاره کرده، جراحیش کرده، خود مریض چقدر خوشحال از این، چطوری ازش تشکر نمیدونه، چطوری ازش تشکر کنه. ولذا اگر خدای نکرده من شما گرفتار مصیبتی شدیم، گفتیم الحمدلله، در مصیبت گفتیم الحمدلله و صبر کردیم، این دلیل موفقیته. و از شداد ابن اوس روایت که حضرت رسول اکرم علیه السلام فرمودند که سید الاستغفار اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ای پروردگارا، این سید الاستغفاره، پروردگارم تویی، خدایم تویی، ربم تویی، مشکل گشای جز تو نیست، الهی جز تو نیست. قبر پرستان و امام پرستان میگن هر قبری، امامی، امامزادهی، شیخی، پیری، پاتالی، همه اینا مشکل گشایند. کی راست میگوید؟ پیامبر این دین راست میگوید یا مشتی آخوند دجال، مشتی پیر و پاتال دجال؟ کی راست میگوید؟ شکی نیست که پیامبر راست میگوید و شکی نیست که اینا دروغ میگویند، چه امام تراش باشن چه شیخ تراش باشن. خلقتنی و انا عبدک، تو مرا خلق کردید و من بنده تو هم و من بر عهد و پیمانی که با تو بستم به اندازه توانیم ایستاده ام. ابوء لک بنعمتک علی، به نعمتهایت اعتراف میکنم، هر چه نعمت که به من داده اید. و ابوء بذنبی، و به گناهانم اعتراف میکنم، فاغفر لی، مرا مغفرت کن که گناهان جز تو کسی نمیبخشه. پیامبر اکرم میفرماند اذا قال حین یمسی فمات دخل الجنه، اگر این دعا رو در شب بخونه اگر مرد وارد بهشت میشه،
اگر در صبح بگه و مرد مثل همین وارد بهشت میشه. چون خدای مهربانی دارین، میری پیش قبرها، پیش مرده ها بت پرستی میکنید. وقتی چنین بگی، مصیبتی که میاد شما این دعا رو خوندید، خب در امتحان پیروز شدید. برادرانش برای چیدن فصبر میگه که صبر خوبه، بردباری میکنه، حل میکنه. تاج اخلاق بردباریه. ولذا در مثال هاست که حلیما یکون انسان بردبار نزدیک به نبوته. تاج اخلاق خدا ما و شما نصیب کنه. و بردباری سبب داره. میبینید که این کار خداست. وقتی دست اصلی رو ببینید، از طرف خدا بر اونو یک اصل میبینید. خودتو در امتحان خدا میبینید، اونو مراقبت خدا به خودت میدونید. ولذا خداوند در سوره آل عمران میفرماد که اولما اصابتكم مصیبه قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. وقتی که مصیبتی بهتون رسید، این از کجاست؟ بگو از پیشونه. یعنی نتیجه عملکرد خودتونه. انسان لغزش داره، خاری در پاش نمیره، هیچ مشکلی به قدمت ایدیکم مگر اینکه خودتون انجام بدید. الله اکثر، و آنچه را خدا عفو میکنه هنوز بیشتره. علیه السلام بر من شما پیغمبر گوینی و تا کارگاه امتحان مردانه، کنکور بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ما شما رو به چیزی از ترس، از گرسنگی، از بیماری، نقص در مال، نقص در نسل، از مریضی، نقص در محصولاتتون مبتلا میکنیم. لیکن چی؟ سینه بزنید زنجیر بزنید که عواطف مردم باش بازی کنید مثل دجالان مدعی تشیع؟ نه. و بشر الصابرین، به صبوران، به صابران، به شکیبایان بشارت بده. نه که بر 1400 سال پیش خیابانها را به دجالگری مبدل کن، سینه بزن، زنجیر بزن. این صبره؟ صبر اینجوریه؟ این سوء استفاده از غم هاست، سوء استفاده از حسنه. این راه ابلیسه، راه حسین این نیست. کسانی که به شما مصیبت میرسه در قرآن چه علاجی بهشون داده؟ الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اون صابران کیانند؟ و بشر صابرین اونایند که الذین، کسانی که وقتی مصیبتی بهشون رسید میگن ما برای خدا هستیم و به سوی خدا باز میگردیم. نمیگن سینه 3 ضربه بزن، میلیون به روزخان خر و گاو بلا تشبیه بینندگان ارجمند پول بدید که
شما رو بگریانن، این دقابازی ها رو در بیارن. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اما مؤمنان میگن نه، ما برای خدا هستیم و به سوی او باز میگردیم، یعنی صبر میکنیم. کسانی که چنین بگن اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینها هستند که درود از طرف خداوند برشون درود میاد و رحمت میاد. و اولئک هم المهتدون، و اینها اهل هدایتند. یعنی سینه زنان اهل هدایت نیستند، زنجیر زنان اهل هدایت نیستند، روحانیت دغا و روزخانان بی‌حیا اهل هدایت نیستند، اهل ضلالتند، اهل امامتند، اهل گمراهی‌اند. باز این مولا پاشه بگه ما برادریم فرانی، که به اصطلاح خودش اعتدال خودش ثابت کنه، چپ راستشو نمیدونه، اعتدال خودش رو با اینجوری ثابت کنه، با فروختن دین ثابت میکنه. قرآن میگه کسانی که صبر میکنن اینها اولا رحمت خدا برشون میاد، بعد اینا اهل هدایتن. یعقوب علیه نبینا السلام وقتی که این مصیبت رو دید، فرزندانش فرزند دیگری کشتن، اومدن نمایشنامه بازی در میارند. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، نفستون بهتون یه چیزی یاد داده. این داستان گرگ داستان نادرستیه، شما هم میدونی که نادرسته، خودتون هم میدونی که این چیدیش دنبال شر بودید. فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. و انشاءالله که این موضوع در جلسه بعد بیشتر ادامه خواهیم داد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خواهش میکنم کلیپ هایی که تحقیق نکردید برای من نفرستید. تلنگر برای تعویض نویسان. مولانا محمد عمر سربازی رحمه الله این را به صراحت بگویم که وقتی کسی به تعویض نویسی خو گرفت، دیگر توجهش از چپ و راست و بالا و پایین سلب می‌گردد و رفته رفته حکم شریعت را به باد فراموشی می‌سپارد، چون آنگاه مطمع نظرش فقط به یک چیز خواهد بود: به جیب زدن 4 ریال مسلمانان بیچاره به هر قیمت و به هر نیرنگی که براش ممکن باشد. تفسیر تبیین الفرقان. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. شما به عربی نوشتید که لدی طلب، لیکن ننوشتید که چی هست طلبتون. آقای سلطان سلیم: خمینی سال 1979 یصلی خلف سفیر امریکا به تمام یهود. من اینو باور نمی کنم. خواهش میکنم کلیپ ها رو دقت کنید. یعنی چه؟ مگه ممکنه
سفیر امریکا این همه خمینی باش دعوا کرده بیاد پشت سر خمینی نماز بخونه. خودتون باورتون میشه؟ دیوانگان کودک آزار. تشیع کلا انسان آزاری است. ادبیاتش اینطوریه. اینجا میگم تشیع غیر از شیعیان مثل بقیه مردم خوب بد درشون هست. من تشیع رو میگم، روزخوانان رو میگم، سردمداران تشیع رو میگم، بخصوص روزخوانان و روحانیانشون. این علاوه بر اینکه کودک آزاری است، خلاف شرعه. احیا کردن جاهلیت به نام اسلامه و برخلاف قانون بشری هم هست. حتی جنایات جنگی شیعیان در خاک افغانستان. چطور؟ از کی این حرف میزنی؟ حرکت کنید. اسب یدک برداشتن، یعنی از سوارشون یه اسب دنبالشون حرکت میکرد، میکشتن دنبال خودشون. شبانه روز تاختن به هرات. مقصودتون دوران صفویه. بله، صفویه مثل همین رژیم بدترین دوره تاریخ جهان بوده. کردن هرات رو فتح کردن، وارد هرات شد، تمام مردم هرات رو تو مسجد جامع جمع کرد. آقایون، من یه دشمن خونی داشتم به نام هلالی جغتایی، میخوام این آقا رو به من بدید، زنده یا مرده؟ اینا خندیدن گفت ببینید، مسلمانان افتخارشون در اینه که اسلام به دنیا منتشر کردن. بلندگویان شیعه، روحانیت شیعه، افتخارشون اینه که مسلمان کشی کرده. همه جنگشو جنگ داخلیه. یک وجب خاک شما ندیدی فتح کرده باشن در طول تاریخشون. میلیون ها مسلمان اهل سنت رو کشتن. اگه هیچ دلیل دیگری بر بطلانشون نباشه پیش عقلا، همین یکی کافیه. با دیگران جنگشون جنگ زرگریه. الان 40 ساله بر علیه امریکا و اسرائیل شعار میدن، لیکن عراق رو ویران کردن، سوریه رو ویران کردن، یمن رو ویران کردن، افغانستان همچنین در ویرانیش کمک کردن. ایران که بجای خودش. بشر الله الامیر، ما راحت کردیم شما رو از شر. گفت چه کردید؟ گفت کشتیم. گفت به به به. قاتلین مباشرین قد بلند شدن جایزه بگیرن. یه عده 200 نفر بلند شدن. اونایی که تماشاگر بودن بلند شدن، یک عده بلند شدن. اونایی که سنگ به این آقا میزدن بلند شدن، یک عده بلند شدن. همه رو آورد بالا سر قبرش هلالی جغتایی. اون 200 نفر رو در جا گردن زد، یکی پس از دیگری روی قبر. خریت همینه دیگه، خونخاری همینه، مذهب خونخاری. ولذا تشیع از خوارج 1000 برابر خونخوارتره، 1000 برابر، میلیون برابر، برای همه ادبیاتش بر اینه. ولذا بر هر عاقلی است که از این مذهب ویرانگر خودشو دور کنه، هرچه زودتر خودشو نجات بده. اونایی که سنگ زده بودن دستاشونو برید، اونایی که نگاه کرده بودن و خندیده بودن چشماشونو کور کرد. بیا بفرمایید. این انسان مریضه، چون این انسانی باید تیمارستان باشه. امثال خلخالی ها، خمینی ها، شاه اسماعیل صفوی ها، خامنه ای ها، اینا رو باید تو زندان گذاشت که علاج بشن، تو روانپزشکی. هرچی آدم خونخواره. اسلام دین خونخواری نیست. مورخین میگه من در هرات از بس کور دیدم تعجب کردم، گفتم چه خبره؟ گفتن این کورایی هم که تو جوانی شاه اسماعیل رو کور کرده. بعد اومد کنار قبر هلالی جغتایی نشست، بنا کرد بگیرید چرتن. خاک بر توی سرش. علم ناصر ینصرونی گفتی ما به نصرت تو آمدیم، کاش بودیم و صدای حسین رو تو کربلا میشنیدیم. بفرمایید. ادبیات یک قوم افتخارشون به آدم خاری است، افتخارشون به آدم کشی است. افتخار مسلمان بر اجرای عدالته. این روز اولی که طالبان آمدن
همه ما نصیحتمون به رحمت پراکنی است، نه به انتقام. هی تشویقشو میکنم که شما بهترین کار رو کردید بعد از انبیا که دشمنانتون رو معاف کردید. افتخار در اینه که اسلام رحمانی رو آدم منتشر کنه، نه ظلم شیطانی رو. اما تشیع همینه که میبینید. ملت افغانستان از ایران عبرت بگیرد و این فاسدها را که مردم را به خون خاک میکشند به سر جای خودشون بنشونند. ببین چطوری دو پهلو حرف میزنه، چطوری دو پهلو منافق. همین آقا با روسیه و هم خلفش بهترین دوستی دارن و توصیهش به حزب وحدت دروگو این بود که شما الان اسلحه بر ندارید، وقتی که روس اومده افغانستان گرفته، جهاد شما وقتی شروع میشه که روس از اونجا بره بیرون. با کی؟ با مسلمانان، با اهل سنت، و همین کارو کردن. ارتش افغانستان به ملت بپیوندد. حکم اسلام است. ادارات دولتی افغانستان همونطوری که ادارات ما به ملت پیوستند به ملت بپیوندند. ژاندارمری اونجا به ملت بپیوندد و این فاسد را بیرون کند. ما امیدواریم که مصرف داخلی فقط. امام زمان باید فدای اسلام شود. امام کوران و کران. امام زمانی وجود نداره، دروغی بیش نیست. همینطور چند فرمودن از اوجب واجبات هست، حتی اگر خدای نکرده این عرفان ما، سلوک ما بخواد صدمه‌ای به این نظام مقدس جمهوری اسلامی بزنه، یقینا این عرفان رو زیر پا میذاریم. همچنان که شیعیان در همه چیز غلو میکنند. آخوندهای شیعه به دیگران میگن که شما وعاظ و سلاطینید. عالمانی که با حکام همکاری میکنند میگن شما وعاظ و سلاطینید. خودشون سلطان مال خودشون میشه، قدرت مال خودشون میشه، عباد و سلاطین میشن. سلطه رو، قدرت رو عبادت میکنن. امام زمانشون هم فدای سلطه میکنن. امام زمان در تشیع مثل خدا در نعوذ بالله پیش اهل سنته، اونم فدای نظام میکنن. برای که میدونن دروغه. این دروغ رو درست کردن به خاطر که به قدرت برسن. از اوجب واجبات فرمودن همین برمیاد، یعنی که اگر خدای ناکرده اسلام یه طرف و امام زمان اسلام یه طرف واقع بشه، باید امام زمان فدای اسلام بشه. اوجب واجبات همین معنا رو میده. بله، امام زمانی که این همه براش نوح خواندن، آخرش فداش کنید. مثل بت‌های جاهلیت شب درست میکردن، روز میخوردن. نبرد چالدران و به هلاکت رسیدن شاه اسماعیل صفوی ملعون توسط قهرمان سلطان سلیم، خدا رحمتش کنه. Ahmed as heir apparent in 1511. His younger son Salim rebelled and, despite initial setbacks, took Istanbul in the April of 1512 and dethroned his father. Soon Ahmed, his younger son Salim rebelled.
پسر جوان سلطان سلیم شورش کرد and despite initial setbacks took Istanbul in the April of 1512. در آوریل 1512 استانبول رو فتح کرد. And dethroned his father. Soon Ahmed's army was به defeated. زودی ارتش ارتش پلان هم در شکست خورد. زیرنویسش اصلا واضح نیست. آقای هدایت شده هیئتی خیلی متشکرم که زحمت میکشید. یکی از روزهایی که برای وحدت مسلمین آگاه از سالهای طولانی انتخاب کردن، مسئله این است که به اعیاد از قبیل مولود رسول اکرم و سایر موالید و سایر ایام الله مردم احترام قائل بشند و اجتماع کنند در محافل. اولا چنین عیدی ما در اسلام نداریم. عید میلاد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اگر عید می بود خود پیامبر عیدش میکرد. چنین عیدی رو صوفیان از حکام برادران کرد 600 سال بعد از پیامبر بدعت گذاشتن. یعنی در 600 سال اول چیزی به نام عید میلاد پیامبر نبود. عید در اسلام مشخصه، حکم خاصی داره، نماز خاصی داره. اینا هیچ کدوم نه عید میلاد نه عید قدیر شما، همه اینا ساختگیه و اونم به تقلید از مسیحیان. اما پیامبر روزانه باید اطاعت کرد، روزانه باید دربارش خوند. پیغمبر شناسی فرض عینه بر هر مسلمان، بر پیام خدا رو میاره. لیکن امام شناسی نه، دروغی بیش نیست. کسی علی رو شناخت نشناخت، عمر رو شناخت نشناخت، پیش خداوند مؤاخذه نمیشه. لیکن پیغمبر شناسی بر هر مسلمانی فرض عینه، مثل نماز. بلکه پیام خدا رو آورده. اگه پیامبر نشناسه چطوری بهش ایمان بیاره؟ چطوری پیام خدا رو بدونه؟ ولذا اسم شریفش مقارنه به اسم الله، اسم لفظ الجلاله، لا اله الا الله محمد رسول الله. بگذاریم این که شما وحدت اسلامی که ازش حرف زدید دروغی بیش نیست. هرچه وحشت بود در همین هفته گذاشتید. 42 ساله در این هفته هم کنفرانس میگیرید هم مسجد خراب میکنید. مسجد شیخ فیض رو در همین هفته خراب کردید، در هفته وحدت، که کسی حرفی نتونه بزنه. و موجب تحکیم وحدت اونها بشه. البته این آقا در دلش وقتی میگه وحدت اسلامی مقصودش بین خود شیعیانه. والا چطور اهل سنت رو ناصبی میدونه، نجس میدونه و چطوری باشون وحدت کنه؟ لیکن در مقابل مردم در دنیا اینو ضرورت داره. سورس جمعیت ایران اهل سنتن و شیعیان در دنیا در
مقابل 1,700,000,000 انسان 110 میلیون تا 100 میلیون هست. خب ناچارند که با این روش برن جلو و الا به وحدت اعتقادی ندارن. اگه به وحدت اعتقادی می داشتن عراق رو ویران میکردن، سوریه رو ویران میکردن، 2-3 هزار مسجد رو در عراق و هاکذا در سوریه ویران میکردن. اینا به وحدت چون منافقن یک حرف میزنن یه چیز دیگه عمل میکنن. بلکه نفاق در مقابل تشیع ناچیزه. بارها این توضیح دادم. در همین قضیه مولد حضرت رسول سلام الله علیه که از طرف بعضی از علمای ایران آقای منتظری دعوت شده است به اینکه از 12 تا 17 شرکت کنند همه مسلمین در جشن گرفتن که بدعته، ولی برای شما چی؟ شما که کل مذهبتون بدعته، جشن گرفتن بر چنین روزی بدعته. لیکن کسی کنفرانسی گذاشت، نمیدونم در مساجد سخنرانی کردند راجع به پیامبر خدا که این کار باید همیشه باشه نه فقط در این هفته، و اشکالی نداره. لیکن همون منتظره که چنین حرفی رو زد، شما چیکار کردی باش؟ تا وسیله وحدت بین مسلمین باشد. آقا وسیله وحدت اولا صداقت و راستیه، ثانیا وحدت یک تئوری میخواد، تئوریش قرآنه، بر اساس قرآن و توحید میشه وحدت کرد. وحدت در سایه توحید، نه در سایه شرک، نه در سایه بدعت، نه در سایه امامت که قائل به عدم ختم نبوته. اینا همش راستی میخواد، صداقت میخواد که شما ندارید. همین جایی هم که نشستی جای تزویره، جای نیرنگه. باز میبینیم که یک بوقی از یک آخوند بسیار بی توجه به مسائل اسلام همین الکی باید به قبقب میندازه، خودشو دایره معارف اسلام میدونه، الکی هیچی هم بلد نیست، خودش هیچی بلد نیست جز نوحه و زاری و گریه و شیون، چیزی بلد نیست. اگه بلد می بود از سخنانش پیدا می شود. و وابسته به دیگران فریاد میزند که شرک است احترام به پیغمبر. اینم دروغ شما. هیچ آخوندی در دنیا، هیچ مسلمانی در دنیا، هیچ عالمی در دنیا نگفته که احترام پیامبر شرک است. این داره دروغ میگه. دروغ عیبه، لیکن از پیرمرد ریش سفید عمامه به سر 1000 برابر زشتیش بیشتره. شیخ بن باز گفته که دوستی پیامبر شرکه، خودش اسم پیامبر رو میگرفت اشکاش میریخت، گفته شرکه. گفته عید مولود گذاشتن بدعته، نگفته شرکه. شرک چه ربطی به این موضوع داره؟ ولی دروغ داریم در پیش اینها نقل و نباته. شرک است جشن گرفتن، منتها او ایران را محکوم میکند و معلوم است چرا. قبل از اینکه تو از عراق بیایید بری فرانسه تا رو خشکت کنند ببرنت ایران، قبل از اون سالهای سال قبل شیخ بن باز فتوا داده که مولود گرفتن، عید گرفتن و مولود بدعته. این ربطه به ایران نداره. لیکن شما نیاز به جنگ و فتنه دارید، نیاز به تبلیغات سوء دارید. این شعری که در ایام تحقیق و در آستانه هدایتم سرودم را تقدیم شما بینندگان می نمایم. آقای هدایت شده هیئتی: یا رب تو که بر زمان شهیدی،
کی پیرو حق شود مفیدی، تا کی بشوم ذلیل و تحقیر، از وهم و رسوم دست و پاگیر. همین چیزی که در حسینیا میگذره. تا کی بزنم به فرق خود مشت، بر وهم و خرافه کی کنم پشت. تا کی به خیال خود می خمارم، دل بسته و تابع شعارم. کی می شود این دلم مسلمان، آن گونه که بوده حکم قرآن. آفرین بر شما. کی بر دل من کتاب و سنت، تابد همه نور و مهر و عزت. این دل که پرنده ای به دنیاست، با این دو پرنده ای تواناست. یا این دو پرنده ای اجازه بدین من از اینجا بخونم که شاید بینش شیعه فقط گرفته اطرت، بین شیعه فقط گرفته اطرت. آیه قاری فضلالرحمن لطفا زنگ نزن، بنویس، چیزی داری بنویس. غافل شده از کتاب و حکمت، سنی برسد ز خاک بر افلاک. قرآن شده بال او بر این خاک. مرغ آمده با یک از دو بالش، گر پر بکشد خوشا به حالش. باید رسدم دو بال پرواز، بی آن چه کنم خیال پرواز. بی پیروی از کتاب و سنت، سودی ندهد غلو و اطرت. کی دل به بیان لفظ قرآن، بی فرض عمل شود فروزان. کی شیعه بود کسی که اینجا، فعلش نبود شبیه مولا. یا رب چه زمان رسد مرا هوش، تا امر تو را فقط کنم گوش. کی بال کتاب و سنت پاک، جانم ببرد به سوی افلاک. خدا خیرت بده و در رحمت و برات بگشایه و در علم و حکمت و برات بگشایه و به شعرهات برکت بده. مصاحبه تازه و جالب ذبیح الله مجاهد، آقای قاری فضلالرحمن، سخنگوی امارت. با کی؟ نگفتی با کی؟ این که 42 دقیقه نمیشه همه رو پخش کنم. در حال ساخت یک فیلم مستند راجع به زنان افغانستان بودن بعد از آمدن طالب. خواهش میکنم اینو چیز کنید، قطعه کنی هر روز 2-3 دقیقه بفرستید تا من بتونم هر روز بگذارمش. و تغییر شرایطشون. زنان کارمند اجازه ورود به مشاغل خودشون رو ندارن. زنان مهماندار هواپیما، کارمندان، زنان پلیس، مشاغل مختلف. آیا قراره که زنان از جامعه افغانستان حذف بشن؟ نه، زنان در جامعه در جاهایی که براشون شریعت اسلامی اجازه میده با شرایط شریعت اسلامی براشون اجازه داده میشه کار بکنن. مثلا در تحصیلات عالی، در تعلیم و تربیه، در وزارت صحت عامه، حتی در پلیس، در میدان هوایی خانم‌های عالم میرن به کارهای خود میرن. در دیگر جاها هم براشون نیاز هست، باید زمینه براشون مساعد شود، قوانین براشون تشکیل شود و براشون اجازه داده میشه انشاءالله. این چیزی مقطعی است. ما در تلاش هستیم که این پرابلم‌ها را حل بسازیم و ما پس برند کار زندگی. یعنی آقای ذبیح الله مجاهد دارین میگین که خانم ها دوباره به سر کارهاشون برمیگردن؟ بله، بعد از نصب اصول، بعد از تغییر تجدید اصول که با شریعت اسلامی برشان زمینه مساعد شد. میتونم خواهش کنم که برای مثال به من بفرمایید که اگر یک خانم پلیس بوده، اگر یک خانم مهماندار هواپیما بوده یا در شغل‌های مختلف، منظورتون از اصول اسلامی چیه که اینها دوباره بتونن برگردن؟ خواهش میکنم با مثال و واضح‌تر توضیح بفرمایید. ما تلاش میکنیم که براشون در هر اداره اصول با اداره دیگر جداگانه است.
مثلا در یک جای پلیس زمان خانم‌ها استخدام میشن باید اون چارچوب رفت آمدشان تعیین باشه، ترانسپورتشان جداگانه باشه تا اونجا برن، جای کارشان هم از خانم‌ها جدا باشه از مردا، همچنان فعالیتشان هم خاص مخصوص با فعالیت‌های زنانه باشه، مثلا تلاشی زنانه است، مثلا چک کردن اموال زنانه است در میدان هوایی و در جای دیگر هم در پلیس که خانم‌ها مثلا حفظ زندانی‌های زنانه است، حفظ سارنگالی زنانه است که از زنان تحقیق میکنند در وقتی که جرایم صورت میگیره، نگهبانی از توقیف شده های زنانه است اگر توقیف شدن. این مسائل باید برشون جدا بسازیم، ساختمانشون جدا باشه، دفترشون جدا باشه، رفت آمدشون هم منظم و جدا باشه. نه و اینا واقعا کار میخواد، آسون نیست، وقت میخواد، کار میخواد، پول میخواد. امریکا پولاشون رو واسه از طرف دیگه کمک های انسانی میخوان بفرستن. من دیشب تو الجزیره مباشر گفتم به جایی که اونها رو گدای خودتون جلوه بدید پولا خودشون راه کنید. چرا پولاشون رو واسید؟ آقایی که فیلم دروغ آخوند حرف زدن گوسفند فلان، خودتون رو لطفا معرفی کنید قبل از هر چیزی تا من بدونم شما که هستید. آقای محمد باقر هستنندش. آقای دکتر خواهشان از پخش صحبت‌های خمینی دجال سیک هندی که باعث عصبانیت ما می‌شود خودداری بفرمایید. نه خب حرفاش چطور، اگه خودداری کنم چطوری ردش کنم؟ حرفاش چطوری رد کنم؟ دقت بکنید. اشغال افغانستان و عراق با همکاری 100% حکومت رافضیان ایران با صلیبیان عمل شد. حبس حکومت جنایتکار اسد، قدرت گرفتن تروریست‌های حوثی در یمن و تجهیز حزب حسن نصرالله و اوضاع لبنان توسط جمهوری اسرائیلی اسماعیلی صهیونیسم، ایران با همکاری و موافقت محور صهیونیست و صلیبیست انجام بدون هیچ شک. اینا کاملا واضحه. آقای اخلاص حکم گردومه چیه؟ دعایی که برای پیدا شدن گم شده خوانده میشد. خود دعا کسی دعا بکنه من گم شدم پیدا بشه اشکال نداره، لیکن گردومه من نمیدونم چیه. اگه اون تاس دادن و این چیزاست که ناجایزه، 100% کاملا ناجایزه. سخنان جالب یک کودک درباره اثبات خدا. آقای شیروزهی. میخوام خدا را به زبون ریاضی تعریف بکنم. اول به این مثالم دقت کن. به ازای هر ایکس در دنیای عدد طبیعی وجود داره یک وای بدونی که اون وای از این ایکس بزرگتره. میدونی یعنی چی؟ یعنی هر ایکسی تو انتخاب بکنی بزرگتر از این عمل. تو بگو 10 من میگم 12. تو بگو 100 من میگم 120. تو بگو 1000 من میگم 1500. به نظر من این قشنگ‌ترین تعریف برای خداست. این که هر ایکسی در تصورات تو بیاد خدای بزرگتر از تصورات تمام. این قشنگ‌ترین تعریف برای خدا. نمیدونم مثلا به خدا اعتقاد داری یا نداری، اما اونایی که به خدا اعتقاد دارن میدونن وقتی احساس کنن این حامی بزرگتر از خودشون داره، یکی که هواشون داره، حس آرامش داره. ما تو زندگی گاهی وقتا به این آرامش نیاز داریم که وقتی تو همه چی به بنبست خوردیم بگیم خدایا کمکم کن. تمام. آفرین از شما، ماشاءالله. خدا حفظت کنه. خداوند فرزندان موحدان و مسلمانان برکت بده.
جناب دکتر، ویدیویی که میبینید این حادثه در مرکز شهر دوشنبه روی داده است. این زن کارگر حکومت آمده میان مردم تبلیغ و تشویق علیه حجاب دارد و کسی که دورین در دست دارد را حکومت گرفته برده. لطفا چند پیام داشته باشید. در سراسر کشور تاجیکستان ظلم برای مردم است. بسیاری از مساجد را بستند. پناه بر خدا. تا 18 ساله نماز خواندن جوانان در مساجد ممکن نیست. اعوذ بالله، اعوذ بالله. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. قرآن میفرماید که ستمگرتر، ظالمتر از کسی که در مساجد یاد خدا را ممنوع کنه نیست. یعنی چون افرادی که این کار را میکنن ظالمترین افراد روی زمینند. تا 18 سال نماز خوندن جوانان در مسجد ممکن، حجاب ممکن نیست، جریمه دارد. نعوذ بالله. گذاشتن ریش ممکن نیست. اگر کسی ریش گذارد تا 8 سال زندان میکنند. نعوذ بالله. او جنگ با اسلامه. اون موقع میگن چرا داعش میاد؟ این ظلم ها مردم سوی داعش مایش ها میفرسته. افراط نتیجهش تفریطه. در مساجد از آن بران گفته نمیشد اگر کسی بگوید 12 سال زندان. اعوذ بالله. در خدمت حربی یعنی ارتش اجازه نیست که افسر نماز یا روزه رمضان داشته باشد. اعوذ بالله، اعوذ بالله. جنگ صریح با اسلام. در دوائر دولتی نماز خوندن یا حجاب داخل شدن ممکن نیست. جنگ با اسلامه. کسانی که علمای افغانستان را تماشا میکنند مثل استاد عبدالظاهر دایی، استاد محمد معروف راسخ، شهید باذن الله مبشر مسلمیار و شهید باذن الله شیخ متوکل و همچنین کسانی که تفسیر مولانا عبدالغنی چیه؟ عبدالغنی رو با اینا مقایسه میکنی؟ عبدالغنی یکی از شعبان بی مخای عبدالحمیده. گوش کند اگر حکومت خبردار شد از 2 سال تا 12 سال زندان میکند. اعوذ بالله، اعوذ بالله. پناه بر خدا. سنگ ها را بستند و سگ ها را روان کردند. مسلمانان در کشور خودشون از دینشون ممنوع باشن. اون موقع میگن داعش میاد، پایش میاد. آقای یاسین از چه طایفه ای هستید؟ بنویس فقط. من نمیخوام نام ببرم ولی بنویس. آیا جایز است که برای امامان اربعه و بقیه امامان علیه السلام بگویم؟ بله جایزه. حتی درود بر پیامبر که من شما میگم صلی الله علیه، به این انسان گفتی درود بر تو، اشکالی نداره. صلی الله علیه. انصاری اهل سنت نبودن که برای شما مزاحمت ایجاد کردن؟ مگه اهل سنت همه معصوم شیطان ندارن؟ فرمایید. هیچ سوالیه. آیا بعد از نماز جماعت تنها دعا کردن جایزه؟ بله تنها جایزه. یعنی هر کسی جدا نه یک جایزه بلکه یکی از اوقات استجابت دعا بعد از نمازه. اگر وقتی دعاها کردن در جای دستها رو به سمت آسمان برداشتن صحیحه؟ بله درسته.
وقتی نام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نوشتم باید صلوات را هم کاملا بنویسم یا فقط اولی را؟ هر دو جایزه، لیکن با موبایل ها میتونی به یک شکلی مثلا یه علامت بذاری، هر موقع اون علامت بذاری صلی الله علیه و سلم نوشته میشه اگه موبایل داری. بله. آقای دکتر لطفا اینکه پولهای مردم مسلمان افغانستان توسط اشغالگران بلوکه شده از کشورهای مسلمان بخواید سیل کمک خود را به سوی دولت اسلامی مردم افغانستان روانه بفرمایید. روانه هنوز دولت‌های اسلامی اونها رو به رسمیت نشناختن. دیشب همین موضوع رو در الجزیره مباشر مطرح کردم و فهمیدیم امریکا چرا رسمیتش نمیشونه. قبل نیتو که با اونا جنگیدن، ولی شما مسلمان‌ها چرا نه؟ چرا پاکستان، قطر، ترکیه، عربستان سعودی، کشورهای خلیج چرا اونا رو به رسمیت نمیشناسن؟ مگه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله همین حرفا عیناً زدن؟ البته یارو همش قطع میکرد میترسی. و مگه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نفرموده که المسلم اخو المسلم لا یخذله؟ مسلمان برادر مسلمانه، اونو دست از کمکش بر نمیداره. رسمیت نشناختن طالبان دست از کمک برداشتنشونه، خذلانشونه. و همه دولت‌های مسلمانی که طالبان رو به رسمیت نمیشناسند، برادران مسلمانشون رو به رسمیت نمیشناسند، به خاطر اسلامشون پیش خداوند گناهکارن، مؤاخذه میشن. لیکن مشکل اینه که مهار همه دست امریکاست. مصیبت اینجاست. آقای قاری فضلالرحمن خواهش میکنم مسیج نگذارید، بنویسید، هر چی میخوای بنویسید. چند بار اینو گفتم بازم شما مسیج میذارید. سلام علیکم جناب دکتر محترم. یک سوال داشتم. سوالتون رو بنویسید. سوال رو بنویسید. خاطره شنیدنی از شیخ پردل. خاطرات قبلا هم به شما گفتم یه وقتی مسجد جامع همین سرود قدیمی شد، قبل از اینکه این کار بشه، یکی از پدرانمون خب سواد نداشت، خدا رحمتشون بکنه، تو نماز جمعه بود، قبل از نماز جمعه یکی از مهاجرین افغانمون آمد سنت بخونه، قبل از خطبه بود. خب اینا دستشون میذارن بالای، یعنی زیر نافشون. من دیدم که این پدرمون خب بی سواد بود، صف اول هم نشسته بود. حالا اون برادر مهاجرمون تو نماز بسته، رو به خدا ایستاده، بالاخره چه توی حالت خشوع و خضوع، این تو نماز آمد دو تا دستش به زور گرفت، بلند کرد، گذاشت رو سینه‌اش، رو شکمش. حالا من دارم میبینم. خب اونم خب دیگه افغان بود، تو نماز با قدرت آورد زیر. دوباره این رفت که ببره بالا، اینطوریش کرد. گفتم پدر جان ولش کن، چه کار داری میکنی؟ نمازشو به هم زدی، حالا دست نبنده، ببنده، رو سرش بذاره، هر کجا میخواد بذاره، اصلا جایزه همه اینا. چه کاری داری میکنی؟ یکی از علما تو یکی از کتاباش می نویسه که تو دانشگاه، یکی از دانشگاه‌های اسلامی، دانشجوها دیگه اونجا خود دیگه محقق میشن، میگه یه شافعی مذهبا شهادت اینطوری میگیرن، شهاده دیگه ببخشید تو نماز، تو تشهد. خب احناف اینطوری بلند میکنن بعد میخوابونن یا دستشون آزاد میذارن. میگه تو نماز انگشت اون شافعی رو، اون یکی شافعی دستش دست اینو می آورد بالا، این یکی دیگه برعکسه. همه جهل. این چه کاریه؟ همه جهل. همین شهاده چند تا ثابت شده، میتونی سیخ تا آخر نگه بداری، میتونی بیاری بالا بخوابونی، میتونی وقتی بالا آوردی آروم اینطوری حرکت بدی، این هم ثابت شده.
حالا کسی که نمیدونه میگه این چی کار داره میکنه؟ این اعصابش خرابه؟ فکر میکنه کسی دستش میلرزه حتما اختلال اعصاب داره که دستاش میلرزه. نه بابا این سنته. یا وقتی از سجده بلند میشید تو میتونید چند روش بلند میشید. بله، دین آسان خدا را با تقلید خراب کردند. تقلید دین آسان خدا را مشکل کرده. نتیجه شوم تقلید یک مذهبی همینه. خب دوستان اینو بشنوید. بله، شما که به من ایراد میگیرید که چرا گفتی خر، خب این واژه رو فقط من به کار نمیبرم، خیلی از بزرگان به کار بردن. بفرمایید. خیلی خری. یکی دیگه بفرمایید. خیلی خری. خب واقعا خری. ببینید که همچین خیلی واژه بدی هم نیست. خب حالا بریم سر اصل کار خودم. خب اگه با خودت بگن چی؟ چیزی بدی که نیست. من این برنامه رو بسازم این هست که خیلی از این دوستان میگفتن آلیفا این چیزایی که تو گفتی کفر، وهن، دریوریه، چرت و پرته. من همونطور که اول اون کلیپ هم گفتم که دوستان من اینها رو نقل قول دارم میکنم، از خودم در نمیارم. اسنادش موجوده تو کانال شب نشینی ها رو برید ببینید. مثل اینکه احساس کردم خیلی از این کلیپ ها که تو فضای مجازی به ما میرسه به دست این برادرای ارزشی و بسیجی و علما و طلاب و روحانیون و آقایون نمیرسه. یعنی اینا که ما ببینیم اینا ندیدن. من برای اینکه نشون بدم آقا حرفایی که من زدم مستندام آوردم تو این برنامه، یکی الان نشونتون میدم. البته این دریوری‌ها رو میخواید بگیدم بگید، من مشکلی ندارم. شما هر چی اینا رو بگید، بیشتر بگید، سوژه طنز برای ما درست میکنید. دستتون هم درد نکنه، دستتون هم میبوسیم. ولی مسئله ایرادی است که میگیرن که عالی پیام چرا اینا رو بگید وهن دین، وهن اسلامه. آقا وهن قصه پردازی شما درست میکنه، من درست نمیکنم. اگه جمعه برید جلو اینا رو بگیرید. خیلی هاشون تلویزیون، رادیو تلویزیون خودتون داری پخش میشه، خیلی هاشون بالای منابع رسمی خودتونه قصه پردازی میکنید. من با این قصه ها مشکل دارم، همونطور که خیلی از علمای خودتونم مشکل دارم. بحث من سر اینه که با این قصه سازی ها به شعور مخاطب توهین نکن. قبل از اینکه ما بریم سر اصل مطلب یک کلیپ با هم دیگه ببینیم. یک بخش زیادی از منابع مربوط به صدر اسلام در رأسش مربوط به امیرالمومنین، حتی نسبت به خود سیره نبوی و نسبت به امام حسین و محمد ابن حنفیه و حمزه و عرض کنم که انواع اقسام آدما برسه تا شکل ایرانیش ابو مسلم، اینا داستانه و داستان صورت تاریخی به خودش گرفته. تمام اشکال اینه، یعنی داستان رو یک کسی ساخته. ملاحظه فرمودین. یکی دیگه هم ببینیم. چاه جمکران هیچ مأخذ و مدرکی ندارد. من اینو صریح و محکم خدمت شما عرض میکنم. ملاحظه فرمودید. حالا میگید اینا رو قبول ندارید، باش. آیت الله برقعی و آیت الله حیدری هم قبول ندارید، وهابیان علت بلد، باش. آیت الله مطهری رو قبول دارید؟ یا آیت الله مطهری نمیتونید بگید قبول نداریم. اجازه بدید آیت الله مطهری بشنویم، همون بزرگواری که میگن شیعه ها قالتاق ترین مردم روی زمینن. بفرمایید. در نقل و بازگو کردن حادثه عاشورا ما هزاران تحریف وارد کرده ایم، هم تحریف های لفظی یعنی شکلی ظاهری راجع به اصل قضایا، راجع به مقدمات قضایا، راجع به متن مطلب، راجع به حواشی مطلب، راجع به همه چیز، و هم در تفسیر این حادثه ما تحریف کرده ایم. مطلب اونقدر زیاد است که قابل بیان کردن نیست، اونقدر زیاد است. اگر بخوان جمع بکنن روزایی که میخونن و دروغ است تا چند جلد کتاب 500 صفحه‌ای بشوند. خب خستتون کردم، این مقدمه خیلی طولانی شد، قرار نبوده اینقدر طولانی بشه. بریم سراغ اصل ماجرا.
شیخ نشست تو لگن گفت یه معجزه خفن. سوسمار و پیغمبر ما با هم دیگه گپ می زدن. عربی مارمولکی رو صید کرده بود، آمد خدمت پیغمبر گفت من به تو ایمان نمیارم تا اینکه این مارمولک به تو ایمان بیاره. و وقتی مارمولک رها کرد روی زمین، پیغمبر صداش زدن یا زبیه یا زبیه. همونطور که فرار میکرد برگشت، نگاه کرد به پیغمبر. پیغمبر فرمود من کیم؟ به زبان فصیح عربی اون مارمولک با پیغمبر سخن گفت. به زبان فصیح عربی گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله. نشست رو درخت بید گفت شما نمیدونید قبل زمین و آسمون خدا علی را آفرید. علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین قبل خلقت ان یخلق الآدم. علی امیر المؤمنین بوده قبل از اینی که آدم ابوالبشر رو خدا خلق کنه. درست میگه. نشست روی پمپ باد گفت عوام بی سواد. یه شیر اومد پیش امام گفت زنم میخواد بزن. حضرت فرمودن این شیر اومد وقتی که با من صحبت میکرد اینو گفتش که تو امام زمان منی، تو موسی بن جعفری، زن من باردار است. موسی بن جعفر امام زمان منه، حیوان میفهمه. ای باریکلا به او حیوان که امام زمانش رو درک داره. بعد عرضه داشتش که حضرت فرمودن به من گفت تو امام زمانمی، جایی ندارم برم. حضور انورتون که عرض کنم کجا برم؟ اومدم در خونه شما رو تو بیابان پیدا کردم. دعا کنید همسرم راحت وضع حمل بکنه. رفت و نشست رو کلید گفت شنیدید یزید نشسته بود پیش بکنه اغربه اونجاشو گزید. رفت جایی عجله کمال اقرار بکنه تو که نشست اغربی بود و حالت تناسلشو گزید. گفتم آره درست میگه. نشست توی تیاره گفت تو بهارالانواره دستای پیغمبر ما لوله کشی آب داره. خب بریم بقیه مطالب. آقای محمد از روسیه صدیم تلویزیون طلوع مفسدترین تلویزیون در افغانستان بود که فعال است. بله و هنوز افسادش هم ادامه داره به همون شکل قدیم. پیام مولانا جیابرهان هستی برای امام علی الرحمن رئیس جمهور تاجیکستان. خدا خیرش بده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن بطش ربك لشديد. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. پیام دارم برای جناب آقای امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان. جناب آقای امام علی رحمانوف ملت شریف تاجیکستان هم از خواهر و برادر برای بنده پیام فرستادن که شما مسئولیت دارید تا اینکه رئیس جمهور ما را متوجه بسازید. رئیس جمهور ما را از فرمان خدا
و رسول الله صلی الله علیه و سلم واقف نمایید. شاید علمایی که در داخل تاجیکستان باشند نتوانند حرف دل خود را، حرف خدا و پیامبر را درست و صحیح بیان نمایند، اما شما که مسئولیت عظیم و بزرگ که عبارت از دعوت بندگان الله سبحانه و تعالی به سوی الله سبحانه و تعالی هست، این وظیفه و مسئولیت شماست. من تشکری می کنم از ملت نجیب و شریف، ملت مسلمان، هم از خواهر و برادر، ملتی که واقعا دیندار و دین دوست و ملتی که همیشه در طلب حق و همیشه در طلب هدایت و همیشه در طلب صدای موسیقی گوش خراشه، گوش آزار میده. راه درست و صحیح تلاش کرده و تلاش میکنند. ملت عالم دوست، ملتی که وارثین انبیا را از اعماق دل دوست دارد. سخن را به درازا نمی کشم. جناب آقای رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمانوف، شما مسلمان هستید، فرزند مسلمان هستید، پدر شما مسلمان بوده، مادر شما مسلمان بوده و الحمدلله الان اگر در قید حیات باشند مسلمان هستند. شما به آغوش مسلمان بزرگ شدید. امروز به عنوان زعیم یک ملت مظلوم قرار گرفته اید. شما به این ملت الان چه کار میکنید؟ شما کسی که میگویید لا اله الا الله محمد رسول الله، آیا این فرمان هایی که از نظام شما صادر میشه، آیا این فرمان ها فرمان اسلامی هست؟ آیا این که با خواهر مسلمان با حجابی که در تاجیکستان هست برخورد شدید میشه و حجاب منع میشه، آیا این دستور اسلام هست؟ لطف کنید اینو فردا هم بفرستید. 4 دقیقهش امروز گذاشتم تا فردا که فرستادید از دقیقه 4 شروع بکنم. طولانیه. سارق چگونه خود را پاک بکند؟ مسروقه رو برگرداند، اون مالی رو که دزدیده برگردانه و توبه کنه. پاک شدنش اینجوریه. آقای عبدالمومن از تاجیکستان، از کدام شکل تماشا کنیم؟ نمیدونم مقصودتون چیه. این بالا من توضیح دادم. آقای عبدالمومن سلام بر شما. اون بالا من توضیح دادم که فرکانس شبکه چیه و چطوری با اینترنت هم میتونید نگاه کنید. توحید لایو از هر دو راه میتونید. موفق بشید. سلام استاد. پدر بزرگمان سواد نداشتن، میرفتن پاکستان زیارت، آگاهی نداشتن. تکلیف اینها چیست؟ گناهکارن؟ زیارت امام غزالی در پاکستان نیست که اگر یک موقع بریم سر آرامگاهش فاتحه بخونیم گناه داره؟ ببین مجرد زیارت قبر گناه نداره، مگه اینکه بر سر قبر منکرات صورت بگیره. همچنان که الان بر سر قبر خمینی میشه، بر سر قبر امام رضا میشه. این به خاطر این منکراته. اگر نه قبرستان رفتن که سنته، هر هفته، هر 2 هفته، هر وقت انسان تونست
بره قبرستان. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اونجا قبرها رو زیارت میکرده، میفرمود که السلام علیکم دیار قوم المؤمنین انتم السابقون و نحن بكم لاحقون. فاتحه خوندن براشون سنت نیست، لیکن اینجوری سلام دادن سنته. و برای مرده ها دعا کردن، در خانه هم باشی در هر جا باشی دعا کنی بر شما، حتی در نماز. مرده ها، همه مرده ها نیاز به دعای زندگان دارند. شیعه اومده همچنان که کل دین چپه کرده، این هم چپه کرده، زندگان را محتاج مردگان کرده و این بازی با دینه. این پیام مولوی انصاری 4 سال قبل است. بله، خدا خیرش بده، به هر حال خدا خیرش بده. خب آقای صوفی عبدالحمید هم رفت، چرا همچین نصیحتی نکرد؟ محور صلیبی صهیونی صهیونی دارند لاقیدی و عدم احساس مسئولیت و بی‌تفاوتی مسلمانان کشور اسلامی در قبال افغانستان می‌سنجند و اگر اوضاع به همین طریق باشد در آینده نزدیک برنامه اشغال عربستان تحویل آن به حوثی تروریست و رافضیان در برنامه آنی خود قرار میدهند. بله، شکی نیست که اونها بزرگترین دشمنشون حرمینه، این بزرگترین کینه شون. آقای قاری فضل الرحمن: سوالو گفته که پیام بدم. سلام بر شما. درباره نماز قصر، آیا نماز شام هم قصر خوانده می شود؟ نماز شام مقصود تو نماز مغربه؟ مغرب نه، مغرب قصر خونده نمیشه. نماز عشا قصر خونده میشه. نماز 4 رکعتی قصر خونده میشه. 2 رکعتی و 3 رکعتی قصر خونده نمیشه. اگر کسی نماز قصر را فراموش کرد، 4 رکعت را پوره خوند، چی باید بکنه؟ دوباره اعاده کنه؟ نه، مشکلی نیست انشاءالله. اگر مسافر از پشت امام مقیم نیت کرد نماز را پوره بخوند، بله، به مجردی که با امامی که مقیم اقامه کرد اقتدا کرد، حکمش حکم امامه، یعنی نماز کامل بخونه. خدا حافظ شما باشه. آقای محمد یونس: صحبت شما با دکتر ذاکر نایک در مورد شبکه توحید، خدا یادش بخیر، ما قبل از کرونا در مکه مکرمه بود، هر سال هم دیگه رو در مکه مکرمه میدیدیم. عرض سلام، ما با شیخ دکتر ذاکر نایک هستیم، صاحب کانال پیس تی وی. Sheikh Zakir Naik, Assalamu alaikum. What do you think about the Tawheed Da'wah in Iran and the Persian language and Tawheed channel? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, whatever I've heard is good about the Tawheed channel, and Alhamdulillah, it's one of the authentic channels teaching the true teachings of the Quran and the authentic Hadith of Muhammad in Persian language. And Alhamdulillah, they're guiding the Muslims closer to the authentic teaching of Islam, and I feel that mashallah Muslims should watch this and they should support this channel. Jazakallah khairan. خدا خیر شما بده و به شما هم خدا خیر بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز و گرامی، امیدوار هستیم که خوب و صحتمند هستید. الله متعال حفظتان کند. استاد جان، استاد هر روزه نوارهایی که برنامه‌های زنده شما در شبکه یوتیوب ما الحمدلله در شبکه یوتیوب توحید تیجه همه روزه برنامه‌های زنده شما ضبط می‌شود، در روز ثبت می‌شود، همش هست. کدامش که لازم شد انشاءالله با شما روان میکنیم. زیرا برادرمان بابا جان تاجیک به من گفت که خدا به شما خیر بده. جزاک الله خیران.
آقای سعید شهبخش. بنده خودم 9 سال به اصل تصادف از ناحیه گردن زایه نخایی شدم. خدا شفاعتون بده و صبر بهتون بده. و در خانه روی تخت افتادم. چندین بار شخصا از شما طلب دعا کردم. خداش گواه، من از سن 16 سالگی می نشستم پای برنامه شما. به هر طریقی که امکانش می بود برنامه شما رو دنبال می کردم. خدا بهتون خیر بده. به خدا سوگند تمام شبکه‌های اسلامی و توحیدی رو با شما یک نفر عوض نمی‌کنم. خواهش میکنم محبت دارید، مثل زنبور و عسل باشید، هر جا هر حرف خوبی رو بپذیرید. چند ماه پیش یه خواب برای شما و خودم دیدم. انشاءالله در اولین فرصت خوابم برای شما میگم. باید تایپ کنم چون انگشتان دستم به خوبی حس ندارم. خدا به شما هم صبر بده و هم شفا. هر چقدر بیشتر صبر کنید اجرتون بیشتره. امشب برنامه‌مون اینو اشاره کردم که خداوند بنده ای را که دوست داشته باشه ابتلا میکنه. آقای احمد سلام علیکم سلام. قبلا با آخونده مناظره زیاد داشتی، چرا الان ندارید؟ برای که آخونده فرار میکنن، نمیان. کدوم آخونده حاضر؟ آخوندی که ارزش داشته باشه، نه هر آخونده که آلونجگی. مناظره برای اتمام حجته و عموما شیعیان، آخونده شیعه فرار میکنن. حتی در مناظره مستقله که اینا رو آوردیم با لطایف الحیل بود و چون میدونن که بر باطلن، خودشون هم میدونن. آقای اخلاص، سوالی در ذهنم آمده. صوفیان که عموما اهل بدعتند و همه اهل سنت حقیقی به خصوص سلفیان با آنان مخالفند، پس آیا این عکس العمل دشمنان صوفیان با سلفیان طبیعی نیست؟ چرا طبیعیه؟ یعنی اگر سلفیان در قدرت می بودند صوفیان را میکشتند کار خوبی بود؟ نه، سلفیان در عربستان به قدرتند، صوفیان رو نمیکشند. بلکه صوفیان حتی ملک مشاور صوفیان داره، وزیر داشته. دقت میکنی؟ اینطوری نیست. همچون که اهل سنت مهربانترین گروه بر همه فرق ضاله اسلامی و غیر اسلامی هستند و هاکذا سلفی ها چون بر اساس کتاب سنت عمل میکنند مهربانترین گروه بر همه فرقه ها هستند. پول 6 ارتش از جیب ما. شهید حاج قاسم سلیمانی فرمود اکنون 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کردم. یک ارتش در لبنان به نام حزب الله، یک ارتش در فلسطین اشغالی به نام حماس و جهاد اسلامی، یک ارتش در سوریه، یک ارتش در عراق به نام هشت الشعبی و یک ارتش در یمن به نام انصار. هر جا رفتید اونجا رو فاسد کردید و خراب کردید و ویران کردید. تشیع همراه با ویرانیه. از پس هر کدوم از این ارتش‌ها 10 شبه نظامی مفخور خارج شده. حزب الله لبنان سالانه 200 میلیون دلار بودجه، حزب الله سوریه 15000 نیرو، سپاه بدر 150,000 نیرو، جیش المهدی 80,000 نیرو، لشکر فاطمیون شیعیان افغانستان 40,000 نیرو، لشکر زینبیون شیعیان پاکستان 20,000 نیرو، حزب الله عراق 380,000 نیرو و اصحاب اهل حق عراق، لشکر ابوالفضل العباس، سرایال خراسانی، کتایب حزب الله، لشکر ذوالفقار، کتایب امام علی، کتایب سید الشهدا، حرکت النجبا و گروه‌های تروریستی دیگه که پولشون رو از جیب ما می‌دزدن. اون وقت بحران اقتصادیمون رو به پای تحریم‌های آمریکا می‌نویسن. بله. و همین ایران روز اول امریکا که آوردش به رسمیت شناختنش، همین امریکا افغانستان 20 سال ویران کرده. 20 سال کوهاشو، دشتشو، بیابانشو، خانهاشو، مردمشو زده، کشته، ویران کرده. آخرش که با ذلت و خفت رفته بیرون، نمیذاره که
که دنیا به رسمیتش بشناسن. چرا؟ دیشب اینو جواب دادم در تلویزیون های عربی، برای که اونا میدونند که اسلام راستین اهل سنته و حاملان اسلام اهل سنتند. کسانی که اسلام در دنیا منتشر کردند اهل سنتند، ولی جلو اهل سنت رو میگیرن. با بقیه فرقه ها بازی میکنند بر زدن اسلام راستین. صوفی میگویند، صوفی ها، ما ترک دنیا کردیم. استاد عبدالظاهر داعی 1 دقیقه اگه بیاد. والا ما ترک دنیا تا کردیم، ما سه چیز نمیخوریم، ما نفس خود کشتیم. یک کسی در افغانستان در پالی نشسته بود، در سر دسترخوان نشسته بودیم، دیگه بر ما گفت که این استاد ما ترک دنیا کردیم. نه تو تارک دنیا هستم، نفس نکشتیم. من خوشحال شدم که تازی در سر دسترخوان نشستم، گفتم میخواد ترک دنیا کرد، از من گوشت موش نمیخورم. احمق همین گوشت خدا کدام مرا میده. یک وقت سعی کردم که همین نیم غوری را که تو گوشت موشش خورد. من اصلا کردم مزاح کردم، گفتم حالا بازی ما تصمیم دارم که ترک دنیا بکنم. این فهمید سر من، بشه گفت پرزا نگو. من گفتم نه، ما میخوایم اگه ترک دنیا معنای چی باشه که مثلا وقت حق خودم یک غوری پلاو حق خودم بخوری و حق دیگرم بخوری. تو که گفت من گوشت نمیخورم. بجود مولا. بله، اگه ترک دنیا اینطوریه همه ترک دنیا بکنن. سلام. قرآن سیمای افراد را معرف خوانده است. اگر مسئولین طالبان و مجاهدین افغان را ببینید، سیمای آنها بیانگر ایمان و عمل صالح و مظلومیت است. آفرین بر شما. آفرین آقای محمد باقر. سید شهاب محمودی، محمد راتب نابلسی، عمر عبدالکافی، ماشاءالله. چی میگویند؟ انشاءالله ترجمه شده بس. إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك. اگر خدا با تو باشد که بس تو نیست، و اگر خدا بر علیهت باشه که با تو هست. و اگر محبت خدا را یافتی چه چیز را از دست می دهید؟ إذا نلت محبة الله ماذا فقدت؟ لم تفقد شيئا. هیچ چیز را از دست وإذا غابت عنك محبته، اگر محبت خدا را از دست دادی چی رو پیدا کردی؟ الله ماذا وجدت؟ لم تجد شيئا. هیچ. إذا أحبك الله، اگر خداوند دوستت بداره محبت تو در دل مخلوقات میندازه. ألقى محبتك في قلوب الخلق. وإذا أحبك الخلق فهذا رأس مال لا يقدر بثمن. أن يحبك الناس، أن يحبك من حولك. اینکه مردم دوستت داشته باشند این سرمایه گران قیمتی است. إذا كان الله، خداوند حفظش بکنه. مولانا درازی ایشونو که دید دوستش داشت در سوریه. شخصی که پیش میداری نماز مردم را میخواند، تجوید را نمیداند، حرفهای را جدا کرد، خواندن از پشتش درست است. اگر آیات اشتباه بخونه نه درست نیست. اگر آیات اشتباه نمیخونه فقط تجویدش کمی اشکال داره درسته. من نمیدونم چطوری میخونه. آیا میشه با یک سیک دست داد به عنوان سلام دادن یا ازش چیزی خرید؟ بله، با هر کسی میشه دست داد. نجاست کافر عینی نیست، فکریه. به خاطر نجاست عند المشرکون نجس، به خاطر شرکشونه، نه به خاطر شخصشونه. دقت میکنید؟ هر کسی غیر خدا رو بخواند مشرکه، نجسه، پلیده، یعنی فکرش پلیده، ولی دست میشه باش داد.
و چیزی هم میشه خرید کرد مگر که چیز خوراکی باشه. ذبح یعنی خوراکی هم نه هر خوراکی، مثلا ذبحشون درست نیست. سیک ها برعکس اهل کتاب، اهل کتاب ذبحشون میشه خورد اما سیک ها نه. ای که گفتی یا رسول الله مدد، هست آیا این دعایت مستند؟ چون دعا مخصوص الله هست و بس، نیست و نبود جز خدا فریاد رس. به به، نذر قربانی دعا حق خداست، دادن این حق به غیر او جفاست. یا رسول الله مدد یک بدعت است، بلکه یک شرک است، بدعتی منکر خلاف سنت است. این دعا را از چه کس آموختی؟ در تنور شرک و بدعت سوختی. نه خدا بر این اجازت داده است، نه علی این استعانت کرده است، نه علی گفته چنین، نه مجتبی، نه حسین ابن علی در کربلا، نه امام مالک و نه شافعی، نه امام اعظم و نه رافعی، نه امام احمد و نه دیگران. چون مدد خواهی تو از ما بهتران. گر مدد حتما این شیخ قریشیه دیگه، این شعر توحیدی. گر مدد خواهی تو از الله بخواه، نیست او مانند رهبر یا چشا. رحم او بسیار و غفار و ذنوب، عالم الغیب است و ستار العیوب. شافی و کافی خداوند است و بس، نیست و نبود مثل الله هیچ کس. خواهش از غیر خدایت نارواست، خواهش از اموات و غایب بس خطاست. غایب و اموات از تو بی خبر، بیا اینو به شیعه ها بفهمان، به صوفیان بفهمان. غایب و اموات از تو بی خبر چون می کند دفع ضرر. مرده و غایب نداند کیستی، بر شفاعت لایقی یا نیستی. در کجایی مؤمنی یا مشرکی، مستحقی حالکی یا مهلکی. جز خدا کس را نباشد علم غیب، نیست اندر این حقیقت شک و ریب. در دعایت اقتدا کن بر نبی، بر کتاب و بر امام و بر علی. راه حق راه علی و مصطفی است، جز راه ایشان راه دیگر خطاست. این صراط مستقیم است ای پدر، در چنین راهی نمی بینی ضرر. پند من از روی دلسوزی بود، تو به جز الله مخواه از کس مدد. غیر او محتاج و عاجز ناتوان را نیست بر یاری توان. انبیا و اولیا محتاج او، عفو و رحمت سنت و منهاج او. شافی ار پندت دهد تو گوش دار، گر مدد خواهی بخواه از کردگار. واسطه لازم نباشد بالیقین، بین تو و بین رب العالمین. او به تو نزدیکتر از هر کسی، منکرش کمتر ز هر خار و خسی. بر تو نعمتهای بی حد داده است، در عطا در عفو او آماده است. تو بگو ای خالق ارض و سما، ای به دست تو قدرها و قضا. شما نوشته فاروق هدایت یافته، ولی این شعر از قریشیه، شیخ قریشی، مولانا قریشی. سید شهاب محمودی. کسانی که به صحابه لعن میفرستن خوب گوش کنید. مولانا متوکل رحمه الله، رحمت خدا بر او باد و خداوند قاتلانش را نفرین کند. امروز که ما میگیم که کسی که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را میگه لعنت، این رسول الله را قبول نداره، این تکذیب الله را میکنه. چرا نعوذ بالله انتقاد سری الله داره که الله تو علم نداشتی که پیغمبر این روان کردی که ابوبکر و عمر برای خود یار گرفته. کسی که ابوبکر و عمر نعوذ بالله طعن و لعن میکنه، الله را تکذیب میکنه. انتقاد سری الله داره که الله تو علم نداشتی، ابوبکر و عمر نشناخته بودی، نعوذ بالله که خائنین پیغمبر شده. چی میگه؟ رسول الله در اینجا امی کفا میزنه که اگر من عدالت نکنم تو چی شدی؟ از کل خیر محروم و خسارمند و تاوالی شدی. فقال عمر یا رسول الله، شهسوار بزرگ اسلام، شخص غیرتی که همیشه از حق دفاع میکنه، امروز امی
همین چوچای یهود که از عمر بد میبره به خاطر بد. بله. با ایشون را چه بسا که همین یهود پرورده ها کشته باشند. اما اینجا کلاس درس بدون سقف یک مدرسه ابتدایی در خراسان شمالی است. فرمایید و پولای ایران کجا میره؟ دست این خامنه نادان. بله. کلاس بدون سقف. خداوند حق این بچه ها را از خامنه و از روحانیت حاکم بگیرد و از کسی که اینها رو تایید کند. موقع مدرسه ابتدایی در موصل رو نگاه کنید، هدیه ایران. این یک مدرسه ابتدایی، مدرسه در ایران نگاه کنید. حق ایرانیان را خدا از این رژیم بگیرد و همون بلایی را که سر پیشینیان در آورد سر اینها در بیارد. آقای عبدالمجید، شما کلیپ‌هایی که فرستادید ننوشته چی هست؟ خواهش میکنم توضیح بدید چیه؟ مولوی عبدالقاهر در مورد بعضی شرکیات و خرافات طولانیه، 5 دقیقه و نیمه. 1 دقیقه شما میذارم چون آخر بار دلده شده بوده به خاطر نظر غیر الله. مولا گفته نارواز، گفته که میکشن، گفته وهابی. دلده شده بوده به خاطر نظر غیر الله. مولا گفته نارواز، گفته که میکشن. ایده تا پیدا میکنه و یعنی اون میکنه. تصویر نداره، پس صدایه. سلام. شهید کردن علمای سلفی و انفجارات و کشتن شیعیان و سایر افراد از مردم مظلوم افغانستان کار مزدوران گوناگون و به فرمان حکومت رافضیان حاکم بر ایران است. به منظور فتنه‌گری و شرارت انجام میدهد. حال که دیگر آوردن اشغالگران براش مقدور نیست، این توتر را در پیش گرفته. بله، شکی در این نیست. فتنه و فساد در افغانستان کار دائمی ایرانه. سلام. یعنی حتی بتخانه باشه بره دعا کنه؟ نه، اگه بتخانه باشه رفتنش جایز نیست. اصلا عرض کردم اگه قبر بتخانه بود، نه که بتخانه، به مجردی که منکر بر سر قبر باشه نباید بره، رفتنش جایز نیست. همچنان که هر جایی که منکر باشه رفتنش جایز نیست. شرابخانه منکر داره، رفتن درش جایز نیست. قبرستانی که شرک درش صورت میگیره، غیر خدا خونده میشه، از مرده کمک خواسته میشه، از شرابخونه و از زناخونه و از احتیاطخونه 1000 درجه بدتره، برای شرک بالاتر این گناهه. آقای نعمت از ورامین، نامه ارتباطی به طالبان رو برای من بفرستید. خدا کنه که یادم بیاد. خوش شانسید. همین الان آقای نعمت برات میفرستم انشاءالله. فرستادم برات. امام غزالی اگه یک موقع مثلا آرامگاهش در مشهده، اگه سر قبرش منکر نیست رفتید مشکلی نیست، به شرطی که سفر برای قبر نباشه، از شهر دیگه سفر نکنی به خاطر قبر. اما رفتی مشهد مثلا، رفتی سر قبرش مشکلی نیست.
اما سفر کردن به خاطر قبر ناجایزه. هیچ قبری سفر کردن براش جایز نیست. خب دوستان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. کلیپ هایی که براتون گذاشتم موضوعاتش اهانت شیعیان و پیامبر، موضوع خیلی مهمه، نقد بر مراجعات، حقوق زن، اسلام در ایران، غلو درباره علی. اینها رو انشاءالله که بعد از این الان میذارم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا حافظ شما باشه. ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله